یاد کنیم از پدرها، مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، جوانایی که بین ما بودن، شهدای عزیزمون. دستتو بذار رو قلبت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ببین همه میخوام این لحظه رو ثبت کنم. حسین جان میخواد گنبد بارگاه قمر منیر بنی هاشم به چشم بخوره. یادته گفتی میرم کربلا، وقتی چشمم به گنبد ابوالفضل افتاد مریض تو دعا میکنم. یا ابوالفضل رو به رو نگاه کن، گل دستای ابوالفضل داره به چشم میخوره. بلند بگو یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. مریض داری بگو یا ابوالفضل، گرفتاری بگو یا ابوالفضل. آماده ای جانه، دستتو بذار رو قلبت. امشب دو تا مادر میاد کربلا، یکی میره کنار نهر القمه، یکی میره کنار گودیه. مثل مادرش دستتو ماش کن به سینه بزن. بلند بگو یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. اشهد انک قد قتلت مظلوما. دلم نمیاد این قسمت رو نخونم. ولعن الله من حال بینک و بین ماء الفراش. خدا لعنت کنه اونایی که بین تو و آب فراز جدایی انداختن. این سمت رو نگاه کن، این سمت رو نگاه کن. الان از نزدیک گنبد و بارگاه یا ابوالفضل رو میبینی. جانم ابوالفضل، جانم ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. کی گرفتاره؟ کی مریض داره؟ بلند یا ابوالفضل نگاه کن. یا ابوالفضل، جانم ابوالفضل، یا ابوالفضل. یا بابا حالا خودت درد دل کن، من ساکت میشم، چیزی نمیگم. چی میخوای؟ شفای مریض تو میخوای؟ درد داری، گرفتاری. اینجا کربلاست، اینجا جاییه که خیلی از پدر و مادرامون آرزوی دیدنش داشتن. الان میریم رو بلندی دوباره پیدا میشه. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. بلند بگو یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل.